آیا تا به حال آرزویی داشته اید که فکر می کردید اگر به آن برسید برای همیشه خوشحال خواهید شد؟ اما بعد از مدتی هیجان آن کمرنگ شده و به دنبال چیز جدیدی برای هیجان زده شدن هستید؟ اما چرا این اتفاق می افتد؟ آیا ذهن ما برای نارضایتی دائمی طراحی شده است؟ و از آن مهمتر چگونه می توانیم از این چرخه بی پایان خارج شوید؟ با من همراه باشید. تصور کنید که بالاخره به هدف بزرگی که همیشه در ذهن داشتید میرسید. شاید شغل رویاییتان، شاید خرید خانه یا ماشینی که همیشه دوست داشتید. احساس فوق‌العاده‌ای دارید، سرشار از شادی و هیجان. اما بعد از مدتی همان شادی شما محو می شود و دوباره به دنبال چیز جدیدی برای خوشحال شدن می گردید. اما چرا این اتفاق می افتد؟ آیا چیزی درون ماست که باعث می شود هیچ وقت واقعا خوشحال نباشیم؟ اینجا یک پدیده روانشناختی وارد داستان می شود. تردمیل لذتگرایی. این یک اصطلاح روانشناسی است که می گوید ما همیشه بعد از یک موفقیت یا شکست به سطح طبیعی شادی خود برمیگردیم. وقتی اتفاق مثبتی می افتد، مانند افزایش حقوق، تعطیلات، حتی خرید یک گوشی جدید، خوشبختی ما افزایش می یابد. اما با گذشت زمان آن احساس افزایش یافته از بین می رود و ما را به سطح پایه خود باز می گرداند و متاسفانه همین امر در مورد تجربیات منفی نیز صدق می کند. با گذشت زمان حتی چالش های عمیقی مانند از دست دادن شغل یا دلشکستگی عادی می شوند و ما سازگار می شویم. اما یک سوال کلیدی مطرح می شود. آیا این یک نقص در ذهن ماست؟ یا اینکه طبیعت ما را این گونه برنامه‌ریزی کرده است. انسان‌ها برای سازگاری با شرایط سیم‌کشی شدند. در گذشته زنده ماندن مهمتر از شادی بود. ذهن انسان طوری طراحی شده است که همیشه دنبال چیز بهتر باشد تا بتواند زنده بماند و پیشرفت کند، نه الزاماً شاد ماندن. اگر اجداد ما بعد از به دست آوردن غذا یا سرپناه خیلی زود راضی می شدند، ممکن بود در آینده با مشکلات بزرگی مواجه شوند. این نارضایتی مداوم به ما کمک کرد که رشد کنیم، پیشرفت کنیم، تمدن‌ها را بسازیم. اما حالا در دنیای مدرن این ویژگی به یک تله تبدیل شده است. گوشی جدیدی می خریم و هیجان زده می شویم، اما بعد از مدتی دیگر برای من عادی می شود. یک رابطه عاشقانه جدید را تجربه می کنیم، اما بعد از مدتی دیگر آن هیجان را ندارد. به هدف بزرگی می رسیم، اما کمی بعد احساس خلأ می کنیم و دنبال هدف بعدی می رویم. این تردمیل است، یک تعقیب مداوم لذت‌های بیرونی که هرگز خوشبختی ماندگار را ارائه نمی دهد. یکی از دلایل اصلی این چرخه بی‌پایان دوپامین است، هورمونی که احساس لذت را در ما ایجاد می کند. اما مشکل اینجاست، دوپامین بیشتر در انتظار لذت ترشح می شود، نه در تجربه لذت. یعنی هیجان رسیدن به یک هدف بیشتر از خود رسیدن به آن هدف است. برای مثال به یاد بیاورید لحظه‌ای که برای خرید یک وسیله جدید هیجان زده شده اید، معمولاً لذت بخشتر از زمانی است که واقعاً آن را می خرید. مغز ما فکر می کند اگر به چیز بعدی برسد خوشبختی واقعی را پیدا می کند. اما این فقط یک توهم است. این مشکل فقط موضوع علمی نیست. فیلسوفان هزاران سال پیش به این نتیجه رسیده بودند که تعقیب مداوم لذت‌های بیرونی ما را ناآرام می‌کند. افرادی مانند مارکوس و سنکا معتقد بودند که به جای دنبال کردن خوشبختی باید روی چیزهایی تمرکز کنیم که کنترلشان در دست خودمان است، مثل افکار و واکنش‌های ما به اتفاقات. و اگر فقط به دنبال چیزهای بیرونی باشید، همیشه نارضایتی را تجربه خواهید کرد. حال سوال اینجاست، آیا راهی برای فرار از چنگال تردمیل لذتگرایی وجود دارد؟ روانشناسی مدرن استراتژی‌های مفیدی را ارائه می‌دهد. یکی از آنها قدردانی است. قدردانی یکی از قدرتمندترین ابزارهاست. مغز خود را تمرین دهید که به جای تمرکز بر کمبودها، بر داشته‌های خود تمرکز کند. پرورش ذهن آگاهی روش دیگری است. تمرین آگاهی از افکار و احساسات خود بدون وابستگی به آنها به شما کمک می‌کند تا در لحظه حال لنگر بیاندازید و یاد بگیرید که لحظه حال را بدون وابستگی تجربه کنید. و سپس تمرکز بر خوشبختی یا اودایمونیک مطرح می‌شود که به دنبال کردن معنا و هدف به جای لذت‌های زودگذر می‌پردازد.
به جای تمرکز بر رسیدن به موفقیت‌های بیرونی، روی رشد شخصی، روابط عمیق و ایجاد تأثیر مثبت بر دیگران تمرکز کنید. یاد بگیرید که از مسیر لذت ببرید، نه فقط از مقصد. ترزمین لذتگرایی به ما یادآوری می‌کند که تعقیب شادی از طریق موفقیت مادی یا لذت‌های زودگذر هرگز کافی نخواهد بود. در عوض، هدف، ذهن‌آگاهی و قدردانی می‌تواند به ما کمک کند تا رضایت را درست در جایی که هستیم پیدا کنیم. حالا که این را می‌دانید، آیا هنوز می‌خواهید در دام ترزمین لذتگرایی بمانید یا تصمیم می‌گیرید از این چرخه خارج شوید و شادی واقعی را در لحظه حال و درونی‌ترین ارزش‌هایتان پیدا کنید؟ حال بیایید به این سوال پاسخ دهید. آیا شما هم تجربه‌ای از احساس خوشحالی زودگذر داشته اید؟ چطور با آن کنار آمده اید؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و حتما نظرتون توی کامنت ها برام بنویسید.